سلام دوستان عزیز، امید جور صحتمند باشین. امروز درباره پاپ بحث میکنیم یا چه رقم میتونیم یک دیکشنری را حذف کنیم. شیوه اولشی است که از پاپ استفاده کنیم. میایم یک مثال کار میکنیم، پاپ استفاده میکنیم، میخوای چی را حذف کنیم. مثلا ما میخوایم ای را حذف کنیم، دیگه میگیم ای را برای ما حذف بکن. حال میریم یک دفعه رانش میکنیم، برای ما ای را حذف کرد. اگه بخوایم مدل حذف کنیم مدل استفاده میکنیم و اگه بخوایم از طریق پاپ آیتم هم میتونیم استفاده کنیم. مثلا در جای اینکه پاپ نوشته کردیم در قسمت ما میتونیم باید ای را حذف کنیم و بعد از او در اینجا آیتم بنویسیم. آیتم حالا میایم یک دفعه رانش میکنیم، برای ما حذف میکنه اتوماتیک برای ما ای را حذف کرد. و شیوه سوم را که داریم ما میتونیم از کیورد del استفاده کنیم که بسیار یک طریقه آسان است. مثلا اول میایم میگیم del چی را میخوای دلیت کنیم. ما میخوایم از this دیکشنری میخوایم برند. حالا میریم یک دفعه رانش میکنیم، برای ما برند حذف کرد. ما میتونیم اگر بخوایم برند حذف کنیم مدل حذف کنیم مشکلی نداره. ادامه میدیم. اگر بخوایم که پاکش کنیم ما میتونیم بگویم نام وریبل ما this dictionary dot clear دوستان عزیز ما با پاک کردن استفاده میکنیم. ما یک دفعه براتون رانش میکنم، برای ما پاکش کرد. تنها کلی برکتایش برای ما نشان میده. بریم در قسمت سوالات. میگه یک متدی که در دیکشنری برای حذف کردن استفاده میشه کدام است؟ ما میگیم که از پاپ استفاده میکنیم، رانش میکنیم یا سابمیت آنسر میگیم. درست است. میریم به سوال بعدی ما. میگه پاپ استفاده کن متد پاپ و بگی برای من مدل حذف کن. در این قسمت اول میایم میگیم کار دات پاپ استفاده میکنیم و باز پرانتز میتیم میخوایم که مدل حذف کنیم. و در این قسمت میایم مدل کپی میکنیم، کپی مدل پیستش میکنیم، بسته میکنیم قوس و کوتیشن. شو آنسر هم اگه بگویم درست است. میریم به سوال بعدی. میگه کلیر استفاده کو و امتی خالی کو یا پاک کو تمام کاره. میایم میگیم کار دات کلیر پرانتز شمیدیم درست بود. میریم به سوال بعدی ما. میگه یک گرامر درست بگی برای حذف کردن در دیکشنری. ما میایم میگیم del استفاده میکنیم. میخوای چی را حذف کنی؟ ما میخوایم در سوال و با سر سوال دقت بکنیم. کالر رانش کردیم درست بود. میریم به درس بعدی ما لوپ دیکشنریز. دوستان عزیز ما در دیکشنری لوپ از فور استفاده میکنیم. لوپ حلقه را میگه که حلقه چرخشی است تا شما برش وقت یا یک زمان برش نگوین استاپ نمیشه. میگه شما میتونید از طریق لوپ در دیکشنری با از طریق فور استفاده کنید. مثلا در قسمت ما میگیم فور x نام یک وریبل است یا z یا ch مشکل نداره. میگیم for x in this dictionary. در قسمت یک کلون میتیم کلون و میایم میگیم print چی x. هر وریبل که ما برش تعیین کنیم امور رو در آخر پرنت میکنیم. میریم میبینیم نتیجه را این کار انجام میده برای ما. و ما میتونیم این کار هم انجام بدیم. مثلا x که گفتیم اول نام وریبل ما را بگوییم. مثلا this dictionary x اگر بگوییم برای ما یک دفعه رانش میکنیم، برای ما تنها ولیو هاش نشان میده. به خاطر x میره سرچ میکنه طرف ولیو ها یا قیمت ها. و اگر بخوایم که ما با ولیو های دسترسی پیدا کنیم در این قسمت میگیم dot values پرانتیزش کالون هم دادیم. در این قسمت این را حذف میکنیم. پرنت تنها x پرنت میکنیم x. حالا می دوباره رانش میکنیم، برای ما ولیو ها را نشان میده. اگر در این قسمت بنویسیم کیس برای ما کی ها را نشان میده. می نویسیم کیس برای ما کی ها را نشان میده. آیتمز اگر بگویم تمام آیتم هایش برای ما نشان میده یا عناصرش. دوباره رانش میکنیم.
عناصرش نشان میده. عناصر چی می باشه؟ عناصر همی کیو ولیو می باشه. آیتم گفتم میریم در قسمت سوالات. می گرامر درست به خاطر انجام دادن حلقه در ولیو دیکشنری کدام است؟ می گرامر درست برای لوپ انجام دادن لوپ قیمت ها کدام است؟ اولی درست است به خاطر ما استفاده میکنیم ولیو هاشه. ببینیم درست بود. میریم به سوال بعدی. ما میگه گرامر درست برای نشان دادن کی و ولیو را برای ما بگو. برای نشان دادن کی و ولیو ما از آیتمز استفاده میکنیم. میبینیم درست بود. میریم به سوال بعدی. ما میگه امی انزرت امی جای خالی را که ما و شما داریم، این بخش جای خالی را از طریق لوپ به ما دستت انجام بده. میایم در اولیش فار استفاده میکنیم، فار، و در دومیش میگیم فار x نیم فار x n به خاطر یک ممبرشیپ پس اگه شو انسر بگویم میتونیم ببینیمش. این هم درست بود. میریم به سوال بعدی. می گرامر درست برای انجام دادن لوپ در کی های دیکشنری کدامش است درست؟ در این قسمت میگه تایپ داریم، فروت داریم، نیم و اپل داریم. در اینجا میگه for y and x dot name اشتباه. for y and keys print y keys. اگه کی را بخوایم کی را انتخاب میکنیم. هم درست بود. تشکر از شما که با این دم همراه ما بودین. صفحه ما رو سابسکرایب کنین. فراموش نکنین که چینل رو در اشتراک بگذارین. کسایی که دوستایتان بتوانن ویدیوهای ما را ببینن و کسانی که علاقمند هستن میتوانن هر کدام سوالی که داشتین میتوانین در کامنت ها بگوین.